دو دشمن بزرگ امت اسلامی از صدر اسلام که همیشه در پی ضربه زدن مسلمان ها از داخل بودند، مانند خنجری از پشت حمل کردند و همیشه در حساس ترین زمان مسلمان ها رو ضربه زدند، یکی روافض و دیگر خوارج بودند. خوارج با همین فکر افراطی، با همین فکر تکفیری، شما تصور بکنید که یعنی شاید بعضیا تعجب بکنن از جنایتی که چند روز قبل که دوستان میگه چطور امکان داره که یک مسلمان بیاد مثلا خودش رو منفجر بکنه، 60-70 نفر انسان رو به خاک و خون بکشه، حالا به خاطر یک نفر. و اصلا جای تعجب نیست. اینا فرزندان همان کسانی هستند که در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، علی در محراب است، موقع نماز هست. ابن ملجم یک انسان عادی نبود، حافظ قرآن، انسان خیلی متقی متدین. این میاد به خاطر به اصطلاح وارد بهشت شدن، قربتاً الی الله، حضرت علی رو به شهادت میرسه. علی رو به شهادت میرسونه. شما تصور بکنید کیست که به مرتبه علی برسه، کیست که به مقام علی برسه. چرا؟ چون این فکر، چون ابن ملجم و یاران شیعه بودن، شیعان علی بودن، در لشکر حضرت علی بودن. بعد از اینکه حضرت علی صلح کرد با معاویه، اینا گفتن که خب علی اومده حکم قرار داده، لا حکم الا لله، حکم فقط از آن الله است. علی چون از بشر کسی رو به عنوان حکم تعیین کرده، علی کافر است. و شروع کردن به کشتن یاران علی. خودشون از شیعیان علی بودن. شاید امروز خیلی کم از شیعیان متوجه بشن که اصل خوارج فکر تکفیری از بین شیعیان ظهور کرد و این فکر تا هنوز هم ادامه دارد. امروز میبینیم که علمای شیعه غیر از خودشان همه مسلمان ها را کافر میدونن. حتی غیر از شیعیان اثناعشری بقیه شیعیان را کافر میدونن. و این فکر تکفیری هنوز هم وجود دارد. این آخوندها همشون تکفیری هستند. علما مراجع شیعه همشون تکفیری هستند. یعنی تکفیر مخالف یکی از اساسات و اصول دین تشیع است. به خاطر همین میبینیم که در هر کشور اسلامی، هر جایی که شما برید رد پایی از فتنه و فساد و قتل و کشتار و جنایت باشد، حتما در اونجا اگر جستجو بکنید رد پایی از آخوندهای ایران رو در اونجا خواهید دید. چون این فکر خواستگاه فکر تکفیری از بین شیعیان حضرت علی بود. ابن ملجم شیعه بود، شیعه علی بود و بعد از این که حضرت علی حکم تعیین کرد، این آقا اومد گفت که بابا علی کافر شده. علی کافر شده چون که حکم فقط از آن الله هست. الله هست که باید به حکم اون ما عمل بکنیم، چون علی کسی دیگری را به جای الله حکم قرار داده، به خاطر همین کافر است. بعد اینا شروع کردن به کشتار یاران علی، حتی بقایای صحابه، یعنی اون صحابایی که تا اون موقع زنده بودن شروع کردن به کشتار اینها. یکی از صحابه رو که وقتی در بین راه میخواست بره به طرف مکه، این رو دستگیر کردن، به همراه همسرش به شهادت رساندن، بدنهای اینها رو تیکه پاره کردن، شکمش رو پاره کردن، شکم همسرش رو پاره کردن و جنینی که تا هنوز زنده بود، جنینی که هنوز زنده بود از شکمش در آوردن و سرش رو بریدن. شما ببینید قساوت قلب، جنایت. بعد اینا خودشون مسلمان میگیرن.